امروز میخوایم بریم تنگه نارنج بون در 2 روز متفاوت. یه روز خلوت که ساعت 6:30 صبح حرکت کردی و یک روز شلوغ که وسط ظهر در یک روز تعطیل رفتی اونجا. اینجا روستای نارنج بونه که در روز شلوغ از همون اوایل روستا ماشین کاملا پارک شده. ما در روز شلوغ ماشینمون رو زودتر پارک کردیم و به سمت تنگه راه افتادیم، اما در روز خلوت به این طبیعت زیبا رسیدیم، اسبا رو دیدیم و ماشینم همینجا پارک کردیم نزدیک رودخونه. فیلم میکنم از سفید آرزوها که بالاخره در طبیعت پیدا شد. تنگه بسیار زیبا و اولین جایی که بعد از آب رد بشیم. و یکی دیگر از مزایای این که صبح خیلی زود به این طبیعت بیای اینه که زلالی آب رو ببینی. امروز با یه گروه دیگه اومدیم تنگه نارنج بون. ساعت 6:30 صبح حرکت کردیم. خیلی خلوته، بسیار زیباست. زیباییش امروز بیشتر می‌بینیم. آب کاملا آبی رنگه، خیلی خوبه. البته توی فیلم وقتی نمی‌افته. ببینید که وقتی خلوته چقدر بهتره. همیشه صبح زود حرکت کنید، به سمت طبیعت بیاین، مثلا طبیعتایی که اینجوری هم معروف میشه و خیلی شلوغه. با من همراه باشید. میخوام آبشار رو خیلی خوب براتون. آب خیلی خنکه اینجا، ببینید چقدر زیباست. رسیدم به تنگه نارنج بون و رسیدم به اون آبشار. حدود 2 ساعت الی 3 ساعت بستگی به توان شما پیمایش داره. در مسیر باید از آب رودخونه بگذری و حتما باید کفش مناسب و لباس مناسب همراه داشته باشی. این جنگل به شدت زیباست. امیدوارم که در این فیلم لذت کافی رو بهره ببرید. کردیم، کبریت نداشتیم، تفنگ همراهش نبود، کسی هم نیست اینجا ازش که تفنگ قرض بگیریم. بنابراین ناهارمون رو صبحونه می‌خوریم. صبحونم رو برای جای ناهار می‌خوریم. املت آره، ولی برای بعدا. یه نفر اومده که کبریت داره. من لباس دارم. استاد، املت بزنیم الان. دیگه نه خوبه یا نه؟ سلیقه به کار برده، این مواد رو از خونه آماده کرده آورده. بچه هم دارن. غرف آتش‌زا رو لطفا نشون میدی؟ سلیقه لیلا. اینو چیزای تکنولوژیه دیگه. بذار تو. بذار سعید تو. بذار. آره آتیش درست کنیم. من چرامون؟ این پنیر مال کیه؟ پنیر مال نمیشه. وارد ریزیز بکنی؟ بله بله. قسمت زیبای تنگه نارنج. در این ولاگ من 2 سفرم رو به تنگه نارنج بون تلفیق کردم. در ابتدا روزی که خلوت‌تره و صبح زود رفتیم و آفتاب بود رو میذارم و در انتها روزی که بارونی و شلوغ بود. روز بارونیش فوق‌العاده بود. تا آخر فیلم همراه من باشین. همینجاش خیلی خوب بود، هم طبیعت، هم خنکی آب، هم خلوتی. دلم میخواد هرچه زودتر برسم با آبشار و اونجا کلی آبازی‌های خوبی داشته باشیم. برگشتنی هم احتمالاً توی اون حوضچاها آب تنی خواهیم کرد و این قسمت پر از سنگلاخه، بنابراین خطرناکه. حتما کفش مناسب داشته باشین. یادمه که اون روزی که شلوغ بود اومده بودیم و بارون گرفته بود
یه خانومی همینجا سر خورد و سرش به سنگ بزرگی خورد. ادامه بدیم یا ندیم؟ خیلی بارونه پیش شدیم که همینجوری یه نفرم اونجا افتاده اصلا صدا با سر رفت یا چرا سر خود سرش خورد به سنگ خطرناک. توی تنگه نارنجبون مواظب این سنگا باشید که ممکنه خدای نکرده سور بخورید و آسیب ببینید. خیلی قشنگه اینجا. به آمازون خوش آمدید. عمق شدیده نه گوشه بریم بچه ها. داریم میرسیم به آبشار. در چند قدمی آبشار هستیم. با ما همراه باشیم. رسیدیم به آبشار و اینا هم که بچه که قبل رسیدن رو آبخنی میکنن. بچه ها واقعا تجربه بی‌نظیر بود. حتما توی این 1 ماه باقی مونده از تابستون هر جا تونستید برید و آبخنی کنید. خیلی میچسبه، بهتون خوش میگذره، خاطرهای خوبی براتون ثبت میشه. با من همراه باشید. آب بازی در این آبشار ادامه داشت و حتما همراه ما باشید که قراره من برای اولین بار توی آب بپرم و تا حالا همچین تجربه سقوط آزاری نداشتم و برام خیلی ترسناک بود. بعد از آب بازی توی این قسمت آبشار ما به بالای تنگه میریم و تنگه رو ادامه میدیم که خیلی خیلی مهیجه. من که خودم این فیلم رو میبینم انقدر دلم خنک میشه. امیدوارم که شما هم همینطور دلتون خنک بشه، توی این گرما بهتون بچسبه. من حدود 1 دقیقه فقط جیغ زدم تا خودم رو آماده کنم برای پرش و در آخر تونستم. ما به موقع اومدیم آبازی هم کردیم، حالا داره شروع میشه از سرما میلرزیم ولی واقعا حال میده آبازی. قسمت منم که تو آب گم شد از سرما شد اصلا هم معلوم در حد اینجا که برای ما تفاصیل نباشه که مرسی که در اینجا همراه ما بودیم. امیدوارم شما خوش رو داشته باشه تا آخر فیلم همراه ما. در ادامه ما به بالای تنگه میریم و مسیر تنگه رو ادامه میدیم که حدود 20 دقیقه راهه
تا به آبشار بعدی برسیم. ادامه آبشاره که بعدی تنگه ادامه داره و خیلی خوش‌داشتره و جذاب‌تر. خب برای ناهار نشستیم که ناهار با بچه ها بخوریم و بریم بازی یکم دیدیم کارابچی رزیم باز کمپینگ زدن آبم دارن و خب دیگه ما رسیدیم آخرای مسیر. خیلی خوب بود امروز دیگه تو راه برگشت آبتری نکردیم. میخوایم ماشین سوار شیم دیگه خیس نباشیم. لباسمون الان دیگه کاملا خوش شده، هوام گرم شده ولی خب ما هم خنک صبح که آبتنی کردیم و داریم وجوده. مرسی که همراه ما بودیم. حالا در ادامه میریم روز بارونی این تنگه رو ببینیم. همراه من باشید. رفتن خیس شده اینجا. نها کن آشغالا رو هم نبودن که چند سال پیش. گنج کندم یا فوق‌العاده است. فقط این تنگا رو نگاه کنید که تو از کندن. سواری هم اینجا کیف میده. شلوغ نزدیک انگار به تنگه نزدیک. واو چایی هم آماده است تو راه میتونی بخوری. با اینکه اواسط مرداده هم هوا خنکه هم داره بارون میاد و هم آب به شدت یخه. نمیدونم برسیم به تنگه میتونیم آب بازی کنیم یا نه. دورتشو دارم یا نه چون لباس خشکم با خودم نیوردم. لباس اضافه باید همینجور خیس برگردیم. خیلی سرده. کم میوه بخوریم استراحت کنیم. نگاه کنید صحراهای عظیمی بارون و زیزه بچه ها خیلی زیزه. چقدر اینجا شبیه آمازونه. آره ما میریم که به این شکل خیلی قشنگه. نمیدونم ادامه بدیم ندیم. قسمتی از مسیر دست سنگ داره و اینجوری باید بیاین. بارون شدیدتر شده بچه ها. خیلی هم مسیرها لیزه. گفتم 10 دقیقه دیگه میرسیم ولی باید برگردیم اگه شدیدتر شده. خیلی بارونه اینجا. تنگه است دیگه رسیدیم. پناه گرفتیم خیس از بارون. بریم اینجا دست گوشیمو گذاشتم تو کابه کار شده. تقریبا رسیدیم به تنگه. بارون خیسمون کرده. خیلی ما رسیدیم به آبشار اول تنگه نارنجو. بارش شدید باران
باحاله. آمازون اگه نمیتونی بری اینجا بیا همبارونیه. یا این دوستمون هم میخواد شیجه کنه. یا امام باشه باورده باش بچه خیلی خوبه. شقیق تبریک میگم رسیدی. خب بالاتر هم یه آبشار داره ظاهرا تا دیگه نمیریم. آبجایش باحال دیگه نمیتونیم بریم بالاش اینجا بزنیم. سریعتر برمیگردیم بیم تو حوضه‌های پایین‌تر اونجا پرنیای بیشتری میکنیم چون احساس خطر میکنیم ممکنه که سیل بیاد. واقعا خطرناکه تو این بارون. خیلی خوب جاتون خالی. بچه برای گرفتن این فیلم خیلی زحمت میکشم دیگه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. فعلا تا برگشتم با ما همراه باشید. فعلا به شدت لیزه چون هم بارون اومده هم بچه ها خیز بودن. نکته جالب اینه که خیلی امروز شروع بود ولی اون بارونی که اومد باعث شد توی تنگه جمعیت کلن خالی بشه. یعنی یک از مزیت‌های بارش باران این بود که ما بتونیم اونجا یه فیلم خوب تکی بگیریم. بعد از اینکه ما از تنگه اومدیم بیرون تقریبا بارون قطع شد و الان کم کم داره شروع میشه. سفر ما به تنگه نارنجو به اتمام رسید. اینجا آخر مسیره. پیمایش حدود 1.5 ساعت 2 ساعت بستگی به سرعت پیمایش شما داره طول میکشه. باید رد بشید خیلی سخت ولی مواظب خودتون باشید. بسیار جای قشنگیه. مرسی که همراه من بودید. خدا وقتی میاییم طبیعت آشغال ندید همینی رو رعایت کنیم. متاسفانه خیلی امروز ما تو مسیر آشغال دیدیم. آتیش روشن دیدیم. خیلی بده که یه جا طبیعتی که بکر بوده تا همین سال پیش امروز با یه معرفی به این همچین جایی تبدیل شده و آشغال هم قدم به قدم متاسفانه. رعایت کنیم که طبیعت به همه خوش بگذره. مرسی که همراه من بودید. خدا نگهدار. فقط با یه پست اینستاگرام تبلیغ این مکان شده و تا کجا دارن اومدن ماشیناشون رو پارک کردن. از همه جای ایران هم اومدن. ماشاءالله. ممنونم که تا آخر ولاگ همراه من بودید. عزیزان من لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.